أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 39 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 40 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الاربعون، یعنی درس 40. درس 40 به مثل درس های گذشته چند از کلمه های نو دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند و این کلمه ها عبارت هستند از اینه که صاحب کتاب میگوید اسدون، اسدون یعنی شیر، اسدون اسد شیر. جمعش می شود اسودون یعنی شیرها، جمع تکسیر. بعد از این میگوید نمیرون، نمیرون یعنی پلنگ، نمیرون یعنی پلنگ اسم مفرد. جمعش می شود نمورون یعنی پلنگها، جمع تکسیر. بعد از این میگوید قردون، قردون یعنی میمون، قردون یعنی میمون اسم مفرد. جمعش می شود قردتون یعنی میمونها، جمع تکسیر. بعد از این میگوید دبون، دبون یعنی خرس اسم مفرد. جمعش می شود دببتون یعنی خرسها، دببتون یعنی خرسها، جمع تکسیر. بعد از این میگوید ذئبون، ذئبون یعنی گرگ، ذئبون گرگ اسم مفرد. جمعش می شود ذئابون یعنی گرگها، جمع تکسیر، ذئابون گرگها. بعد از این میگوید غزالون، غزالون یعنی آهو، غزالون آهو اسم مفرد. جمعش می شود غزلانون یعنی آهوها، غزلانون آهوها. این از جمع تکسیر. بعد از این میگوید ذبابتون، ذبابتون یعنی پشه، ذبابتون پشه. جمعش می شود ذباباتون، جمع مؤنث سالم یعنی پشه ها، ذبابتون پشه، ذباباتون پشه ها، جمع تکسیر. بعد از این میگوید عنکبوتون، عنکبوتون یعنی عنکبوت یا تارتنک، عنکبوت تارتنک. جمعش می شود عناکبو، جمع تکسیر و جمع صیغه منتهى الجموع، تنوین را قبول نمی کند. میگوید که عناکبو یعنی عنکبوت ها، یعنی تارتنک ها. بعد از این میگوید نسیج العنکبوتی، نسیج العنکبوتی یعنی تار تارتنک، تار عنکبوت. نسیج بافته شده، اون تارهایی را که عنکبوت تارتنک می بافد همون را بگه نسیج، یعنی بافته شده. اینجا نسیج به معنای اسم مفعول است، چی طوری که قتیل به معنای مقتول می آید و اینجا نسیج به معنای منسوج است، یعنی بافته شده عنکبوت، بافته شده تارتنک، یعنی که اون تارهایی را که تارتنک می بافد همون را میگه نسیج العنکبوت. پس نسیجو مضاف است و عنکبوتی مضاف الیه، مضاف الیه است. بعد از این میگوید شبکتون، شبکتون یعنی شبکه یا تور، شبکه تور.
جمعش می شود شبکتون، جمعی مؤنث سالم با الف ت جمع شد. شبکتون یعنی تورها، شبکه ها. بعد از این میگوید روضتون، روضتون یعنی باغچه، جایی که کودکان را میگیرن برای تربیه کردن. روضتون یا صدیق، روضتون باغچه یا صدیق. بعد از این میگوید یا روضتون همچنین باغ میشود، باغ یا باغچه. اگر باغچه گفتیم مقصد جایی کودکان را از تا سن سال مکتب شدن که میگیرند، صدیق اونجا را چی میگن؟ روضتون. اما اگر که باغ بگیم پس باغی که در اونجا درخت و این چیزها شنانده میشود. بعد از این میگه ریاضون، ریاضون یعنی باغها، جمعی تکسیر. روضتون اسم مفرد، ریاضون اسم جمع، جمعی تکسیر. بعد از این میگه خیطون، خیطون یعنی رشته، خیط رشته اسم مفرد، جمعش میشود خیوطون یعنی رشته ها، خیوطون جمع تکسیر رشته ها. بعد از این میگه نساجون، نساجون یعنی بافنده، نساج بافنده مردانه، مردی که می بافد، رشته را با رشته، بند را با بند یک دیگر قطعی می بافند، همون کس رو میگن نساجون یعنی بافنده، یک مرد. اگر جمعش بخواهید جمع مذکر سالم میشده است، نساجون یعنی بافنده مردها، نساجون بافنده مردها. اگر زن باشد چی میشود؟ نساجتون، در آخرش یک تای مؤنث رو همراه میکنید میشود بافنده زن. جمعش هم جمعی مؤنث سالم میکنید، میگید نساجاتون بافنده زنها. بعد از این میگوید حشرتون، حشرتون حشرات. ما و شما با توجیه همچنین میگیم حشرات، اما حشرات جمع است. چطور صاحب کتاب خودش میگه که ابو الف و تا جمع میشه، یعنی حشراتون، حشراتون حشراتها، حشرتون حشرات، حشراتون، حشراتون عربی میشود حشراتها، جمعی مؤنث سالم میشده است. بعد از این میگه وحشیون، وحشیون یعنی وحشی، وحشیون یعنی وحشی به تاجیکی همچنین. بعد از این میگه دقیقون، دقیقون چند معناها دارد. دقیق میشود به معنای آرد، دقیق آرد رو میگویند، گندم رو که آرد میکنید اون رو میگویند دقیق. و همچنین دقیق میشود باریک، دقیق یعنی باریک. پس دقیقون چند معنا دارد. در این کتاب در حوار دقیقون رو به معنای باریک گفتگی است، به معنای آرد نیاورده است، بلکه به معنای دقیقون یعنی به معنای باریک آورده است. اما شما هر دو معنایش رو در ذهنتون داشته باشید. همچنین دقیق میشد به معنای نازک، سه معناش به معنای چی است؟ به معنای نازک. بعد از این میگه لطیفون، لطیفون یعنی زیبا، لطیفون یعنی زیبا یا کوتاه پرمضمون. لطیف یعنی کوتاه پرمضمون، و مثل که خود صاحب کتاب آورده است که حکایتون لطیفتون، حکایه زیبا. یا میتونید بگید که حکایه یعنی قصه کوتاه پرمضمون، حکایه یعنی قصه کوتاه پرمضمون. حکایتون لطیفتون درجه نعت و منعوت است. بعد از این میگوید طفلون، طفلون یعنی کودک، طفل یعنی کودک. بعد از این میگوید اطفالون، جمع طفل یعنی کودک ها، اطفالون یعنی کودک ها، جمع تکسیر است. بعد از این میگوید روضة الاطفالی یعنی باغچه کودکانه، یعنی صدیق. روضة الاطفالی باغچه کودکانه. میتوانید عروسیش هم بگوید برای فهمیدن که صدیق. بعد از این میگوید حدیقة الحیواناتی، حدیقة الحیواناتی یعنی باغ حیوانات، باغ حیوانات. بعد از این میگوید
بیت العنکبوتی یعنی خانه تارتنک، خانه عنکبوت. اینها همه مضاف و مضاف الیه هستند. روضتو مضاف، الاطفال مضاف الیه، حدیقتو مضاف، الحیوانات مضاف الیه، بیتو مضاف، العنکبوت مضاف الیه. بعد از این میگن نسج. نسج یعنی بافت. نسج بافت و یک مرد در زمان گذشته فعل ماضی و زن باشد میگید نسجت، بافت و زن در زمان گذشته. و فعل مضارعش زمان آیندهش چطوری که صاحب کتاب یا کرده است که یا را دیگه ما و شما میدونیم که میگه این حرف سین را در فعل مضارع یعنی عین باب را در فعل مضارع کسره بده. بگو ینسیجو. نسج ینسیجو. ینسیجو یعنی میبافد و یک مرد در زمان آینده. اگر زن باشه چی میگیم؟ میگیم تنسیجو یعنی میبافد و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ میشود انسیج. انسیج یعنی بباف. انسیج بباف. بعد از این مصدر رو میارد میگه نسجون. نسجون یعنی بافتن. نسجون یعنی بافتن. پس نسج ینسیجو از باب ضرب یضربو است. از باب ثلاث مجرد دوم باب است. از باب ضرب یضربو است. بعد از این میگه وقع. وقع یعنی که واقع شد، یعنی که افتید. وقع یعنی که افتید، غلطید. مثلا در تارتنک تاری که تنیده بود، تاری که بافته بود، در داخلش مثلا وقعت الذبابة، مثلا افتید، غلطید، پشه. وقع یعنی که افتاد. وقع افتید، غلطید. اگر مؤنث باشد وقعت، افتید مؤنث. فعل مضارعش میگوید بگو که یقعو. دقت دادید؟ یقعو. یقعو یعنی حرف قاف رو میگه در فعل مضارع این الف دلالت میکنه که فتحش بکو. یقعو. فعل ماضی دم فعل مضارع دم قاف فتحه است. وقع یقعو. یقعو یعنی میافتد. اگر مؤنث باشد میگه تقعو، میافتد مؤنث. فعل امرش چی است؟ فعل امرش میشود قع. قع یعنی بافت. قع معنیش چی است؟ بافت، بغلط. مذکر زنانه باشه قعی، بافت، بغلط زنانه. بعد از این میگه وقوع. وقوع یعنی افتیدن. وقوع واقع شدن، افتیدن، در دام افتیدن. اکنون دقت بتید که وقع یقع از کدام باب است؟ وقع یقع از باب منع یمنع است. اما در اصل این از باب منع یمنع نیست. چرا؟ زیرا اینکه واو در فعل مضارع در بین یای مفتوحه، واو در فعل مضارع در بین یای مفتوحه. دقت بتید اینجا یک بار فعل مضارعش رو نوشته بکنیم که در اینجا چی کار شد. در اینجا چی کار شد؟ دقت بتید. میگوید که وقع فعل مضارعش چی میشود؟ یو. این یا چی است؟ ساکن است. پس این فعل مضارع اصلش است یوقع. اما این در اصل یوقع نیست. این در اصل چی است؟ این در اصل یوقع است. از باب ضرب یضرب است در اصل یوقع. پس میگوییم که اینجا عین باب حرف حلقه است. پیش از حرف حلق کسره ثقیل است. خود حرف حلق ثقیل است. دو ثقیل، دو وزمینی یک جا شد. عرب گفتن که نه، ما قاف را فتحه میتیم. پس گفتن میگیم یوقع. دقت دادید؟ چی میگیم؟ یوقع. یعنی که این قاف را فتحه به خاطر این عین دادن که عین حرف حلق، کسره ثقیل. برای آسان شدن گفتن یوقع. اکنون یوقع که شد، پس میگیم که واو حذف میشود. این واوی که میبینید این حذف میشود. به این طریق میشود یقع.
یک کس بگوید چرا حذف شد، پس میگوید که این واو ساکنه واقع شد بین یای مفتوحه، یا را ببینید فتحه دارد، بین یای مفتوحه و کسره تحقیقی و کسره تقدیری. اینجا کسره چه؟ تقدیری است، یعنی که در اصل این قاف کسره بود گفتیم، حالا کسرش کسره تقدیری است. پس واو ساکنه در بین یای مفتوحه و قاف مکسوره تقدیری در زبان عربی ثقیل که است، عرب میگه که ما واو رو حذف میکنیم، پس میشه چی؟ یقعو. دقت دادید این اعلالش است، چطوری که در صرف میر ما و شما وضع یضعو رو همین طور کار کرده بودیم. پس میگه وقع واقع شد افتید، یقعو واقع میشود میافتد، در اینجا واو گفتیم حذف شد. فعل امر گفتیم قع و مصدرش میشود وقوع، یعنی واقع شدن، افتیدن. بعد از این میگه عینون یعنی چشم، عین چشم، یک دانه چشم. و عیون یعنی چشم ها، عیون چشم ها. عین در زبان عربی به چندین چیزها گفته می شود، اما در اینجا که به صورت چه گذاشته است پس میگوییم چشم. اما نباشه در زبان عربی عین به معنای چشمه می آید، عین به معنای چشم می آید. عین الباب باشد اگر به معنای گلازاکش میگن، چی میگن در اون جای میده که برای بیره نگاه کردن هست، اون را میگن عین الباب، به معنای گلازاک می آید. و عین همچنین به معنای پول هم می آید، یعنی عین در زبان عربی به معناهای گوناگون می آید. اما در اینجا صورتش که هست پس معلوم شد در نظر عین یعنی چشم رو دارد. عیونون چشم ها، جمع عینون جمع چی است؟ جمع تکسیر است. بعد از این میگه ضحکه یعنی خندید و یک مرد در زمان گذشته، فعل ماضی زن باشد میگیم ضحکت، یعنی خندید و زن در زمان گذشته. فعل مضارعش اکنون الف دلالت میکند که این حرف ها را فتحه بکن، میگه ضحکه یضحکو یعنی میخندد و یک مرد در زمان آینده. پس زن باشد میگه تضحکو، میخندد و یک زن در زمان آینده. و فعل امرش چی است؟ فعل امرش اضحک یعنی بخند، اضحک یعنی چکار کن؟ یعنی بخند. بعد از این مصدر رو میارد میگه ضحکون یعنی خندیدن، ضحکون معناش چی است؟ خندیدن. پس ضحک یضحکو از کدام باب است؟ از باب ثلاثی مجرد، از باب علم یعلمو است، یعنی از باب چهارم ثلاثی مجرد هست، علم یعلمو. بعد از این میگه وثب یعنی خیز گرفت، جهید، پرید، به همین معناها می آید. وثب مثلا وقتی که عنکبوت در بالای تارش پشه که دید، حشرات که دید، وثب علی یعنی که جهید، پرید در بالای اون، حمله کرد در بالای اون. پس وثب به معنای حمله کردن، به معنای پریدن، به معنای جهیدن، همینطور معناها قطعی می آید. وثب یعنی که جهید یا پرید یا حمله کرد، مذکر. مؤنث باشد می شود وثبت یعنی حمله کرد در زمان گذشته. و فعل مضارعش این یا دلالت میکند که این حرف ثا را ما باید کسره بکنیم، باید چه بگیم؟ وثب یثیبو. در اینجا چطوری که وقع یقعو گفتیم واو حذف شد، در فعل مضارعش همچنین واو حذف می شود. چرا؟ زیرا که در اینجا واو واقع شد بین کسره تحقیقی و یای مفتوحه، یو ثیبو، واو بین کسره تحقیقی یو ثی، کسره تحقیقی و یای مفتوحه یو واقع شد، یا را حذف کردن شد یثیبو یعنی که می جهد، می پرد، حمله می کند.
مؤنث می شود تثبو و فعل امرش می شود چی؟ ثب. فعل امرش می شود ثب یعنی حمله کن. بعد از این میگوید وقوع یعنی واقع شدن. وثوب یعنی جهیدن. وثوب یعنی جهیدن، پریدن، حمله کردن. این مصدر است. اکنون وثب یثبو این فعل مثال واوی است از باب نصر، از باب ضرب یضربو است، یعنی از دویم باب ثلاثی مجرد هست، از دویم باب ثلاثی مجرد. پس این بود کلمه های نوی درس 40. کلمه های نوی درس 40 با همین به آخر رسید. اکنون میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 40. صاحب کتاب میگوید زرنا حدیقه الحیواناتی، یعنی زیارت کردیم ما باغ حیوانات را. فی الحدیقه غزال و فیها اسد و نمر و فیها ذئب و دب و فیها غیرها من الحیوانات الوحشیه. میگوید که فی الحدیقه غزال یعنی در باغ آهو است. و فیها اسد و در وی، ها ضمیر به حدیقه برمیگردد، و در وی یعنی در حدیقه یعنی در باغ شیر است. و نمیرون و پلنگ است، و عاطفه و پلنگ است. و فیها و در همون حدیقه، با ها ضمیر به حدیقه برمیگردد، و در همون حدیقه یعنی در همون باغ گرگ است و دب و خرس است، و عاطفه. و فیها و در همون حدیقه یعنی در همون باغ غیرها، غیر از اینها، ها ضمیر است به تمام چیزهای گذشته، یعنی غزال، اسد، ذئب، دب، غیر از اینها با تمام کلمه های گذشتگی در ضمیر است. این ضمیر برمیگه به تمام کلمه های گذشتگی. و فیها در همون باغ، اینها یکم برمیگه به حدیقه، غیرها اینهای دویم برمیگه به تمام حیواناتی که ذکرش کردیم. و در همون باغ میگوید غیر از اینها از حیوانات های وحشی است، یعنی غیر اینها بود دیگر حیوانات های وحشی هم میگوید در اون باغ هست. بعد از این میگوید الاسد حیوان وحشی و النمر و الدب و الذئب و القرد كلها حیوانات وحشیه، یعنی که شیر میگوید حیوان وحشی است و پلنگ و خرس و گرگ و میمون همه‌شان حیوانهای وحشی هستند. دقت دادید؟ کلها اینجا توکید معنوی است برای تمام حیواناتی که گذشت. اکنون الاسد مبتدا، حیوانون خبر، حیوانون منعوت، وحشیون صفت حیوانون. و نمیرو دجا واو عاطفه عطف جمله بر جمله، و نمیرو واو عاطفه میگیم عطف جمله بر جمله، عطف جمله بر جمله. نمیرو مبتدا، واو عاطفه و دب مبتدا، عطف در جای مبتدا. تا اینجا که میاد کلها توکید میشود برای نمیرو، دب و ذئب و قرد، توکید معنوی. حیواناتون خبر میشود، وحشیتون صفت حیوانات میشود. بعد از این میگه الغزال صغیر و جمیل و عینه واسعه، یعنی که غزال یعنی آهو میدک است و زیبا است و چشمانش پهن است، وزن کلان کلان است، پهن است. دقت دادید؟ الغزال مبتدا، صغیرون خبر، و جمیلون همچنین عطف در جای صغیرون، و عینه واسعه، عینه مبتدا، واسعه خبر. بعد از این میگه الغزال یقفز و یلعب، یعنی که آهو میپرد و بازی میکند. غزال یعنی آهو، یقفز، قفز یقفز میپرد، و یلعب یعنی بازی میکند. یقفز و یلعب فاعلای هر دو ضمیر مستتر هو برمیگرد به غزال. بعد از این میگه انا احب الغزاله، من دوست میدارم آهو را.
من دوست می‌دارم آهو را. غزاله مفعول به احب، فاعل احب ضمیر مستتر تقدیر انا. بعد از این میگه اطعم الغزال الخبز من یدی. اطعم الغزال الخبز من یدی، یعنی طعام میتیم غزال را نان از دست خودم. اطعمو اطعم یطعمو، اطعمو فاعل ضمیر تقدیر انا، یعنی من طعام میتیم الغزاله مفعول به یکمی، اطعمو الخبز مفعول به دوم، اطعمو درجه اطعم از فعل های دو مفعوله هست. من یدی از دست خودم میگوید. بعد از این میگه ذهب ضیاء الى الروضه ولعب مع الاطفال ثم جلس هو والأطفال للغداء وبعد الغداء سمعوا من المعلمة حكاية لطيفة عن القرود ففرحوا جميعا وضحكوا. میگوید که ذهب ضیاء یعنی رفت ضیاء الى الروضه بسوی باغ، بسوی باغچه، الى الروضه بسوی باغچه کودکانه، بسوی صدیق. و لعب مع الاطفال و بازی کرد همراه کودکان، اطفال کودکها. ثم جلس هو بعد نشست وی والاطفال و کودکان للغداء برای خوردن صبحانه، برای خوردن خوراک سحر. و بعد الغداء و بعد از خوردن خوراک صبحانه سمعوا من المعلمة شنیدن از معلمه حکایتا لطیفتا یعنی قصه زیبای، قصه کوتاه پرمضمون. عن القرود یعنی از اون قصه در موضوع چی بوده است؟ عن القرود یعنی در موضوع میمون ها بوده است. ففرحوا جمیعا پس خرسند شدند همه‌شان و ضحکوا و همه‌شان خندیدند. دقت داده ذهب را فاعل ضیاء هست، ضیاء فاعل ذهب است. و لعب را در اینجا فاعلش هو است، برمیگردد به ضیاء مع الاطفال. ثم جلس هو، جلس هو فاعل جلسه است و الاطفال عطف در جای هو است للغداء. و بعد الغداء سمعوا، سمع را فاعلش چی است؟ این واو ضمیر جمع مذکر فاعل سمعه هست در محل رفع فاعل. من المعلم حکایتا مفعول به سمعه، سمعه مفعول به میگیرد یک تا مفعول، پس حکایتا مفعول به سمعه هست. لطیفتا صفت از حکایه است. عن القرود ففرحوا، فرحه را فاعلش چی است؟ این واو ضمیر متصل، واو ضمیر جمع مذکر در محل رفع فاعل فرحوا است. جمیعا حال است. و ضحکوا، و ضحکوا همچنین فاعلش این واو است در محل رفع فاعل هست. بعد از این میگوید العنکبوت نساج ماهر ینسج بیته من خیوط دقیقة، یعنی که عنکبوت یعنی تارتنک بافنده پرمهارت است. ماهرون با مهارت، پرمهارت. ینسج بیته می بافد خانه‌اش را من خیوط دقیقة از رشته های باریک. دقت داده دقیقه، دقیقة یعنی باریک. می بافد خانه‌اش را از رشته های باریک. اکنون عنکبوت مبتدا، نساجون خبر، ماهرون صفت نساجون. ینسجو، ینسجو یعنی می بافد فاعل ضمیر مستتر هو برمیگرده به عنکبوت. بیته، بیته مفعول به ینسجو، نسج ینسجو معلوم شد که متعدی بوده است یعنی مفعول به میگرفته است. بیته مفعول به ینسجو، بیته مضاف هم مضاف الیه. من خیوط اسم مجرور، دقیقة صفت خیوط رشته ها. چطور رشته؟ رشته باریک. بعد از این میگه بیت العنکبوت شبکتون یصید بها الحشرات، یعنی که خانه عنکبوت، خانه تارتنک تار است، تور است یا شبکه است. یصید بها الحشرات
سعید میکند به همون بیها برمیگردد به شبکه، سعید میکند به همون شبکه، به همون طور الحشرات، حشرات را. حشرات مفعول به یصیدو است، مفعول به این جمع مؤنث سالم که هست علامت نصبش کسره است در اینجا نیابتا عن الفتحتی. از این اسم میگیم یصیدو بی الحشراتی، یعنی سعید میکند به همون شبکه. حشرات را مفعول به است. یصیدو را فاعلش هو است، برمیگردد به عنکبوت. بعد از این میگوید وقعت ذبابة فی نسیج العنکبوت فوثب علیها العنکبوت وصادها. یعنی چی؟ یعنی وقعت افتید، در دام افتید یا غلطید، ذبابتون پشه، افتید پشه، فی نسیج العنکبوتی در تار عنکبوت، در بافته شده عنکبوت. فوثب علیها پس خیز گرفت، جهید بر بالای وی، علیها ها برمیگرد به ذبابه، ضمیر برمیگرد به ذبابه. فوثب علیها پس جهید پرید بر بالای ذبابه، العنکبوت تارتنک عنکبوت، و صادها و صیدش کرد و گرفتش. وقعت فعل ماضی است مؤنث، و خاطر اینه که ذبابتو فاعلش است مؤنث است، ذبابتو فاعل وقعت است. فی نسیج العنکبوتی فوثب، وثب فعل ماضی، علیها جار و مجرور متعلق به وثب، العنکبوت فاعل وثب است، برای خاطر العنکبوت میگیم به خاطر اینکه فاعل وثب است. و صادها، صاده در اینجا فعل است، فاعل ضمیر متقدر هو، اینهایی که میبینید برمیگردد به ذبابتون همچنین، یعنی سعید کرد همون پشرا، اینها ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به است. بعد از این میگه این یکون ابنکم الصغیر عندما تذهب انت الى المعمل و تذهب زوجتك الى الحقل. میگه که این یکون ابنکم الصغیر، یعنی در کجا می باشد فرزند خرد شما، ابنکم فرزند شما، الصغیر خرد میده، عندما وقتی که زمانی که تذهبو میروی، انت تذهبو انت میروی تو، الى المعملی بسوی کشزار، میروی بسوی معمل، بسوی کارخانه، و تذهب زوجتک و میرود همسری تو، الى الحقلی بسوی کشزار. میگه که در کجا می باشد فرزند خرد شما زمانی که میروید تو به سوی کارخانه و میرود همسری تو، زنی تو به سوی کشزار. اکنون دقت بدید، این یکونو، یکونو اسمی چی است؟ یکونو فعل ناقص است، یکونو فعل ناقص است. ابنکم، این عینه خبر یکونو مقدم است، خبر یکونو مقدم هست، در محل نصب متعلقش کائنن، خبر یکونو مقدم هست. یکونو فعل مضارع ناقص از افعال ناقصه، و ابنو اسم یکونو، ابنو اسم یکونو، ابنو مضاف کن مضاف الیه، الصغیر یعنی الصغیر در اینجا می شود صفت ابن، صفت ابن. عندما وقتی که، عند این ظرف است، عندما تذهبو میروی تو، تذهبو انت فاعلش انت، الى المعملی بسوی کارخانه، و تذهبو زوجتک، زوجتو فاعل تذهبو، الى الحقل بسوی کشزار. بعد از این میگه ابننا فی ذلك الوقت یکون فی روضة الاطفال، یعنی که فرزند ما در آن وقت، فی ذلك الوقتی در آن وقت، یکون فی روضة الاطفال می باشد در صدیق، می باشد در باغچه کودکانه. دقت دادید، ابننا مبتدا مضاف مضاف الیه، فی ذلك الوقتی در آن وقت، یکونو جمله فعلی خبر ابنو می شود، بعد خبر مبتدا می شود. فی حرف جر، ذالک اسم مجرور، ذالک همچنین میگیم الوقتی بدل از ذالک، ذالک لا مبدل منه میگن،
الوقتی را بدل از ذالک یکونو می باشد فعل مضارع ناقص از اخوات کان یکونو کانه یکونو اسم یکونو ضمیر مستتر هو برمیگرده به ابن ضمیر مستتر است اسمش در اینجا فاعلش نمیگیم به خاطر اینه که یکونو از افعال ناقصه است در اینجا از افعال ناقصه است یعنی که اسم خبر میگیرد فی روضة الاطفال جار و مجرور متعلق به کائنن خبر یکونو می باشد. بعد از این میگوید و فی المساء عندما نرجع الى البيت ناخذه منها یعنی که و در بیگانی مساء بیگانی عندما نرجع وقتی که زمانی که باز میگردیم الى البيت به سوی خانه ناخذه منها میگیریم وی رو از آنجا ناخذه فعل و فاعل و مفعول به است اینجا ناخذه میگیریم فاعل ضمیر مستتر تقدیر نحن هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به ناخذه میگیریم ما ویرا منها از وی یعنی از روضة الاطفال از صدیق از باغچه کودکانه. بعد از این میگه یا زهرتو هل اطعمتی طفلکی میگه که ای زهره آیا طعام دادی تو کودکت رو یا زهرتو هل اطعمتی طفلکی یعنی که ای زهره نام زن هل اطعمتی آیا طعام دادی خوراک دادی طفلکی یعنی کودکت را کی ضمیر مؤنث است به خاطر چی به خاطر اینکه زهره زن هست الاطعمتی تی در اینجا کسره عارضی نیست کسره حقیقی است یعنی طعام دادی تو این تی ضمیر است اون تی که ما خودمون کسرش میتیم اون ضمیر نیست اون حرف است اینجا ده این تی چی است ضمیر است هل اطعمتی آیا طعام دادی تو از همین تی فهمیدیم تو زن طفلکی طفلت را این تی در محل رفع خبر اطعمه است طفله مفعول به اطعمه هست طفله مضاف کی مضاف الیه. پس این هست درس 40 از کتاب تعلیم زبان عربی و در اینجا درس 40 رو به پایان میرسونم تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.